خیلی خوش اومدین به این ویدیو. اومدیم به پارت 4 معرفی مودهای ماینکرافت بدراک. من 4 تا پارت دارم مود ماشین معرفی میکنم. مود ماشین این دفعه توش رویز هم داریم. اوکی باز چی؟ نمیتونی براشون رنگ بذاری، قدرتشون رو زیاد کنی. الان من میخوام همه رو بکیرم. رویز بعدشان منطقی رولز رویز. آره من امروز تو این ویدیو درم میگم کیفی شده. بعد تازه درش هم باز میشه، بعد بسته میشه، در عقبش هم باز میشه، باز دوباره بسته میشه، باز چراغاش هم روشن میشه، باز چراغاش هم روشن میشه، باز خاموش میشه، باز این حرکت، باز این حرکت، باز این حرکت و باز این حرکت. و اینطوری هم از دنیا میره ماشینتون. اوکی مثلا این سایبر تراک بدون قدرته. بیارم قدرتش کردیم. اصلا کیلومتر هم نداره. هرمون نمیچرخه نبوده زمانه. یعنی خیلی با کیفیت ساختن. آره بابا اصلا خیلی با کیفیت ساختنش. خودش فقط یک نمه بعد بچه ببخشید من وقتی جی کلاس بنز و بی ام و میبینم اینطوری صدام بدم. من کوخ دارم بچه ها. یعنی ما اینقدر ماشین سواری کردیم فقط شد 2 دقیقه. من خواستم ویدیو 20 دقیقه‌ای بشه. البته ماشین دیگه ای هم هست. این باشه که ماشین رو قدرتی کنیم. خواهی دوست نداده خامه‌ای بخورم. پشما ماژی مجابقه ای پشما. برعکس پورشه فراری یا پورشه است؟ نه پورشه است. بوگا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 تی بوگاگاگاگاتی. من امروز توی این ویدیو منم میگم توی این ویدیو چسخور شدم. تمام شده زن. یکی نگو داره فیلم میگیره. کدای فیلم میگیره؟ خب برعکس الان من چیکار کنم؟ چه ماشینی باز هست؟ این است. ماشین داری؟ با این است. معرفی مادم توی سوال چی؟ آره ساکت باش. سوال شو؟ بابا ساکت باش سوار میشه. اوکی این ماشین تکراریه. بوگاتی هم تکراریه. این هم تکراری. این همه ماشینن. ماشین هر رنگی هم داره تو میخواد داره. و اینجا میتونید قدرت براشون بذارید.
اینجا این مثلا قدرت 1 داره، قدرت 2 داره، قدرت 3 داره. و راستی تیارتی فرای عزیز تا این